سلام دوستای عزیزم، خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای تمرین من. امروز جلسه دوم از برنامه 1 ماه هست که شامل 12 جلسه برنامه تمرینی برای 1 ماه شما دوستای عزیزم هست. امروز تمرینمون با چیه؟ همونجوری که میبینید با یه دونه کش لوپ هست که میخوایم تمرینای پا رو باهاش انجام بدیم. بریم بدون معطلی شروع کنیم تمرینمون رو. اول کش لوپ رو بندازید روی رونتون، روی دوتا پاتون و کامل صافش کنید که پوستتون رو خراش نده. از کشی استفاده کنید که نه خیلی سفت باشه نه خیلی شل یه چی بهش میگن، یه مقاومت متوسطی داشته باشه. خب شروع میکنیم. حرکت اول رو با حرکت اسکات، پا به اندازه عرض شونه باز و شروع میکنیم حرکت اسکات رو در حالت 90 درجه انجام دادن. شروع کنید 30 ثانیه. آروم این کار رو انجام بدید، اصلا عجله نکنید که هم پاهاتون گرم بشه هم بتونید که فشار رو به عضلاتتون وارد کنید. خوبه استراحت کنید. امروز میخوایم حسابی پاهامون رو تمرین بدیم با این کش. خب آماده ست دوم بشین بچه‌ها و شروع کنید. کمر کاملا باید صاف باشه و زانو نیاد جلو. سعی کنید که زانو رو نگه دارید. 10 ثانیه دیگه. خوبه استراحت کنید. خب 10 ثانیه دیگه ست سوم رو انجام میدیم با هم دیگه. خب ست سوم رو شروع کنید. تمرینای امروز هم روی پاهامون کار میکنیم کامل، 4 سر، پشت پا، جلو پا و روی باسنمون همینطور. 10 ثانیه دیگه. خوبه استراحت کنید. برای حرکت دوم به همون میزان اسکات 90 درجه میشیم و به سمت راست و چپ حرکت میکنیم. فقط کش لوپتون رو یکم پایین تر بیارین، چون اگه روی رونتون باشه حرکت میکنه و نمیتونید انجام بدید کامل. خب شروع میکنیم حرکت رو. شروع کنید راست چپ به اندازه 1 گام. 10 ثانیه دیگه. خوبه استراحت کنید. استراحت کنید. بعد از 30 ثانیه ست دوم رو شروع میکنیم. همیشه آب داشته باشین. وقتی میخواین تمرینتون رو شروع کنید آب بذارید کنار خودتون، بعد تمرین رو شروع کنید، چون واقعا نیاز داریم. خب شروع میکنیم ست دوم رو.
به این 10 ثانیه دیگه مونده. خوبه استراحت کنید. استراحت کنید. یه ست دیگه مونده از این حرکت، بعدش میریم حرکت بعد. آماده بشین برای ست 3 اسکوات 90 درجه و شروع کنید. « 15 ثانیه دیگه. خوبه استراحت کنید. 30 ثانیه استراحت کنید، بعد حرکت بعد رو شروع میکنیم. برای حرکت بعد کش لوپتون رو بندازید روی ساق پاتون. آماده باشه برای حرکت بعد. حرکت بعد دستتون رو یه جایی بگیرین که حالا راحت تر بتونین بزنین. یه تکیه‌گاه داشته باشین. پاتون رو به اندازه عرض شونه نگه میدارین. پای راستتون رو میبرین به سمت بیرون تا جایی که میتونید. پاتون رو پرتاب نکنید. با قدرتی بزنید. با قدرتی که دارین پاتون رو کنترلی بزنید. خب 3 ثانیه دیگه شروع میکنیم ست اولو. خب شروع کنید. ست 1 کنترل کنید. 10 ثانیه دیگه. خوبه استراحت کنید. آماده ست دوم بشید. شروع کنید ست دوم رو. ده ثانیه دیگه. خوبه استراحت کنید. یه ست دیگه از این حرکت مونده. خب حرکت بعدو ست بعدو شروع کنید. ده ثانیه دیگه. خوبه استراحت کنید 30 ثانیه. بعد از 30 ثانیه با پای چپ همین کار رو تکرار میکنیم 3 تا 30 ثانیه. نفس عمیق. خب شروع میکنیم با پای چپ. حالا من یه دونه به پشت میام که شما ببینید از پشتم چجوریه. دست رو تکیه‌گاه میکنید و خیلی کنترلی این حرکت رو میایید. اصلا عجله نکنید. تعداد اصلا برامون مهم نیست. فقط زمان. 10 ثانیه دیگه.
خوبه استراحت کنید. ست بعدی رو آماده شین که شروع کنیم. 5 ثانیه دیگه البته. من اینجا زمانو دارم، اصلا شما نگران زمان نباشید. خب شروع کنید. ست 2. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but تا جایی که میتونین بیاریم بالا، ولی پرتاب نکنید و کنترل کنید پاتون رو. 10 ثانیه دیگه مونده. خوبه استراحت کنید. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest night, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left when the lights go out. خب آماده بشین برای ست سوم. شروع کنید. To fight. That's right. Baby, I was born to fight. 10 ثانیه دیگه مونده. Baby, I was born to fight. Be yourself down a lonely road. I try to find my way but don't know where to go. خوبه It's hard to see a friend. استراحت کنید 30 ثانیه و حرکت بعد میخوایم همین کاری که الان انجام دادیم برای پشت رون انجام بدیم. پشت رون ایستاده با کش که دستتون رو باز یکی از دستاتون رو تکیه‌گاه کنید و پاتون رو از پشت تا جایی که جا داره. میخوام که توی این حرکت زانوتون صاف باشه، چون میخوایم فشار بیفته دقیقاً رو پشت رون. خب آماده حرکت بشین. 5 ثانیه دیگه حرکت رو شروع میکنیم. ست اول. خب شروع کنید با پای راست. ده ثانیه دیگه. خوبه استراحت کنید. 3 ست پای راست میزنیم، بعد میریم سراغ پای چپ. خب شروع کنید. ست دوم. سعی کنید که منقبض کنید پشت پاتون رو. وقتی دارین به پشت میبرین کنترل کنید. توی برگشت هم کنترل کنید، برگشت پاتون رو رها نکنید. 10 ثانیه دیگه بزنین. این ست تمومه. خوبه استراحت کنید. یه ست دیگه داریم با پای راست. آب بخوریم بچه‌ها که بتونید ادامه بدین پرقدرت. خب شروع کنید ست سوم این حرکت ها. ده ثانیه دیگه.
خوبه استراحت کنید 30 ثانیه. بعد همین کار رو با پای چپ شروع میکنید. ده ثانیه دیگه شروع میکنیم. همون کاری که با پای راست کردیم با چپ انجام میدین. دستتون رو تکیه‌گاه میکنید. پای چپتون رو به صورتی که زانوتون کاملا صافه تا جایی که میتونین بالا میارین. پرتاب نمیکنین. توی برگشت هم پاتون رو ول نمیکنین. شروع کنین بچه‌ها. ده ثانیه دیگه. خوبه استراحت. خب آماده ست دوم بشین. خب شروع کنید. ده ثانیه دیگه. خوبه استراحت. خب ست سوم رو آماده بشین و شروع کنین. ده ثانیه دیگه. خوبه استراحت کنید. خب بچه ها حرکت بعدی که بعد از 30 ثانیه دیگه شروع میشه همین کش لوپ روی ساق پاتونه و سعی میکنید یکی از پاتون رو بیارین بالا توی شکمتون. حالا فعلا استراحت کنید. 10 ثانیه دیگه شروع میکنیم این حرکت رو. خب آماده حرکت شید و شروع کنید. پاتون رو خم کنید. زانوتون رو بیارین به سمت شکمتون. ده ثانیه دیگه مونده. خوبه استراحت کنید. 3 ست با پای راست و 3 ست با پای چپ انجام میدیم. خب آماده بشین برای ست دوم. شروع کنید. ده ثانیه دیگه.
قشنگ چهار سرتون داره بهش فشار میاد. خوبه استراحت کنید. یه ست دیگه مونده با پای راست. خب آماده بشین، شروع کنید. ده ثانیه دیگه. خوبه استراحت کنید 30 ثانیه، بعد با پای چپ. خب آب بخورین اگه دارین بچه ها، فراموش نکنید آب خوردنو. خب شروع کنیم با پای راست، با پای چپ ببخشید، با الان پای راست بود. شروع کنید. سعی کنید پاتون رو مستقیم بالا بیارین، نبرین به سمت چپ یا راست. 10 ثانیه دیگه. خوبه استراحت. خب شروع کنید ست دوم. ده ثانیه دیگه. خوبه استراحت. خب شروع میکنیم ست سوم. پونزده ثانیه. خوبه. خب بچه ها برای حرکت بعد کش لوپ رو در بیارین. هرچند که با کش لوپ هم میشه این حرکت اومد، ولی حالا بدون کش لوپ هم فشار خوبی میاره. حرکت بعد کیک بک برای باسن هست، برای عضلات باسنه که باز دستتون رو یه جایی تکیه‌گاه میکنید به این حالت، کمر خم ولی صاف، خم میشین ولی کمرتون صافه. از این حالت پاتون رو شروع میکنید میارید بیرون تا به سمت عقب، تا جایی که
کامل عضله باسنتون منقبض بشه. این حرکت رو 3 ست با پای راست بعد 3 ست با پای چپ انجام میدیم. خب آماده حرکت بشین. شروع میکنیم. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages, a lot of pages to forget. I'm so bored to say. Call me if you need a hand. خوبه استراحت کنید 30 ثانیه. سعی کنید که وقتی که پاتون کامل رفت عقب بالا و عضلات باسنتون منقبض شد، اون انقباض رو 1 ثانیه نگه دارید بعد برگردید. فوری تند انجام ندید. با انقباضه که عضله رشد میکنه. خب آماده ست دوم بشید. شروع کنید. try to find things in a new set, but late at night 10 ثانیه دیگه. I will never get. Symptoms of my sickness always fade and come back. I wonder how we خوبه استراحت کنید. Everyone is telling me it's late to complain, 'cause now the یه ست دیگه مونده برای پای راست. cages, a lot of cages to subside. It's so vain to say. The hardest was to understand. Alas, so easy to pretend. خب آماده ست سوم بشین. Last for a minute. شروع کنید. Just come. I felt so young and never call the name you wore. From ash to glow, I fall in love. Distance, we've got distance to blame. Anytime it blows your mind. Distance is 10 ثانیه دیگه. loving God that's far. We better keep it apart and find خوبه استراحت. some way. The hardest words to understand. با پای چپ هم همین کار رو 3 ست میکنیم. به عنوان آخرین تمرینمون این حرکت رو داریم میزنیم. بعد از این تمرین حتما یه دوشه خنک بگیریم که این باعث بشه که ریکاوری بهتری داشته باشیم و اگه وقت دارین، یعنی اگه این نیم ساعت رو انجام دادین بعدش دوست دارین یه حرکت کششی انجام بدین، حتما برین حرکات کششی لگن رو براتون میذارم این بالا، حتما برید ببینید. 15 دقیقه تا 20 دقیقه این حرکات رو انجام بده، خیلی براتون میتونه مفید باشه. بچه‌ها بریم ست اول پای چپ رو میتونید 2 تا دستتون هم تکیه‌گاه کنید. شروع کنید. You put down the phone. You've nowhere to go. Get back on the road. Yeah, it's so hard. 10 ثانیه دیگه. دم و بازدم یادتون نره. Line, the red stop sign. No room to go slow. خوبه استراحت. You do it today. You do it again. And نفس عمیق بکشین. دم و بازدم یادتون نره. parasites sucking. توی حرکات سعی کنید که عضلات شکمتون رو تا جایی که میتونید منقبض کنید که عضلات شکمتون هم تقویت بشه. خب ست دوم رو بچه‌ها آماده شین و شروع کنین. You're back on the beat. Distorted and cheap. You're a villain. What the fuck? کنترلی بزنید، اصلا عجله نکنید. I won't fall. آخر تمرینه، شاید خسته باشین ولی سعی کنید که حرکت رو کنترلی بزنید. انقباض باسنتون رو نگه داریم. 5 ثانیه دیگه.
خوبه استراحت کنید. یه ست دیگه مونده، پر انرژی. یه ست دیگه رو انجام بدید و تمرینتون رو پرفکت تموم کنید. بچه ها شروع کنید ست سومو. ماده شروع کنید. You're out in the street, feeling weak and defeated. It's all that you needed though, to find a new home, to find a new home. 10 ثانیه دیگه. Flowers grow where flowers grow, to bow after the show. It's so relieving getting told to go. خوبه؟ خب بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو بودین. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشین و تمرینا رو همچنان ادامه بدین. من یه روز در میون برنامه تمرینی و فیلم‌ها رو آپلود میکنم به مدت 1 ماه و حتما انجام بدین چون خیلی به دردتون میخوره. برنامه شامل عضله سازی، چربی سوزی و که حرکات انعطافی و کشش هست و برای هر سنی به درد میخوره. امیدوارم که همیشه شاد باشین. دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.